چرا دارچین داریم ولی دار ژاپن نداریم؟ چرا هومن برقنورد داریم هومن گازنورد نداریم؟ چرا برف پاک کن داریم بارون پاک کن نداریم؟ چرا دکولره داریم دکو ترکه نداریم؟ اگه صابون بیفته زمین کثیف میشه یا زمین تمیز میشه؟ چرا شماره شبا داریم شماره روزا نداریم؟ چرا بانک آینده داریم ولی بانک گذشته نداریم؟ چرا غذا مخوریم غذا برامان نمخوره؟ خاک انداز خاک کجا مندازه؟ چرا آذربایجان داریم آبانبایجان نداریم؟ چرا کلیه داریم ولی جزئیه نداریم؟ چرا پرویز داریم ولی پشمریز نداریم؟ چرا آفتاب تو غرب غروب میکنه ولی تو شرق شروق نمیکنه؟ چرا نمیگیم الف بلف پلف تلف سلف؟ چرا بانک رفاه کارگران داریم ولی بانک رفاه خلافکاران نداریم؟ به چه داداش علی دایی بهش میگه عمو یا دایی؟